ببین خیلی واقعیه. حس میکنم واقعا روی کشتی هستم. سلام مریم میون هستم. اومدم با معرفی یه بازی خیلی خیلی هیجانی و به واقعیت نزدیک. یه بازی تفنگی تفنگی بنگ بنگ اینگو بچه من کودکیه. یه بازی شوتری هست که اسمش هست بادی کمپ. شما میتونید اینو توی استیم دانلودش کنید. البته رایگان نیست. $33 هست که ممکنه بعضی مواقع تخفیف بخوره. شما بتونید با قیمت کمتر دانلودش بکنید. این بازی توسط دو تا برادر ساخته شده و اینکه ادعا میکنن که این بازی هست که خیلی خیلی به واقعیت نزدیک هست. پس با من همراه باشین که بریم ببینیم چجوری هست. بزن بریم. خب این صفحه اصلی بازیه که اینجا میزنیم استارت مچ. 3 حالت داره که خودمون میتونیم هاست بسازیم یا اینجا جوین سرور را بشیم یا همینجوری شرط شبکی وارد یه سروری بشیم و بازی بکنیم. خب اینجا ما میزنیم که سرورمون رو انتخاب بکنیم. من الان میخوام یه مپ ترینینگ بهتون نشون بدم. پس میریم با هم دیگه مپ ترینینگ. ببین هدف کلی من از این ویدیو معرفی این بازی هست، نه اینکه بگم که آقا من خیلی توی بازی شوتری خفن هستم، خیلی بلد هستم. نه اصلا. میخوام مپ‌های مختلف رو بهتون نشون بدم و ببینید که واقعا به واقعیت نزدیک هست یا نه، ادعاشون درسته یا نه. خب اینجا تفنگ برمیداریم. این مپ ترینینگشونه. الان که تفنگ برداشتم یکم راه رفتنه برام یکم سنگین هست و حس میکنم شاید به خاطر لباسایی هم که پوشیدیم باشه. خب اینجا حالت مختلف داره. اینم که همه آدما هم صورتشون شطرنجی هست. خب میریم که با هم دیگه تمرین کنیم. یکی دیگه هم داره با من تمرین میکنه. مطمئنم تو بازی به این آسونی نیست. تازه همینو هم من درست نمیتونم بزنم. شیفت هم که برای دویدن هست. اینجا هم یه قسمت دیگه میدونم باید برم اونجا باشم، ولی خب دیدین که شلوغ هست. پس بریم ببینیم تو بازی واقعی چجوری، مپ واقعی چجوری هست. بریم ببینیم مپ چجوریه. خب انگار روی یک کشتی هستم. بشینم جا. کو یاران جریان چیه؟ از کجا هست؟ دیدم چند نفر اونجا هستن. من که نمیدونم با کیو بزنم. من که دلم نمیاد کسی رو بزنم. ببین خیلی واقعیه. حس میکنم واقعا روی کشتی هستم. ببین باز دوباره زدنم. بگو که میتونم بالایی رو بزنم. هورا یکی رو زدم. یکی داره میزنتم. از کجا؟
من رحم کنید، من از اوناش نیستم. دیدمش. خب این مپش انگار اینجوریه که کلن بمیری همون موقع ریسپان میشی. چرا من اسم میکنم یکی اونجا. هیچ کس نیست بالا، هم هیچ کس نیست. خب اونجا صدای تیر بود. ای! اونجا یکی رو دیدم. بگو که میتونم از این زاویه بکشمش. کشتمش ولی منم کشت. ای همین الان یکی بذار من ریسپان بشم. ای بین. هی من نمیخوام حرف بد بزنم، هی نمیذارن. ای دیدمش. بذار برو. دوست دارم این پپر رو، هرچی هم میمیرم. کشتمش. کسی نیست. ران. تو این بازی ها خیلی ای صدا میاد، صدای پا میاد. دیدم کجا رفت؟ ای دیدم یکی دیگر. بیا ای یکی این بالا. حال کردین؟ کشتم، شتکش کردم. 4 تا کیل تا الان دارم. ای یکی دیگه. خب بریم یه مپ دیگر ببینیم. ولی این مپ خیلی مپ خوبه بود، خیلی خوشم اومد. نه اینکه فکر کنید چون که 4 تا کیل داشتم و 10 تا دد ولی حالا دوست داشتم. وقتی که وسط بازی یکی دیگه هستیم، شما به صورت یه درون ریسپان میشین و میتونید مپ رو ببینید، بچرخین. الان من میرم کنار اینو میترسونم، صداش در نمیاد و متاسفانه نمیتونم اعلام بکنم که مثلا اینجان، چون من الان مپ ها رو نمیشناسم و اینم یکی از معروف ترین مپ هاش هست، مپ هاسپیتال. خب الان ریسپان شدیم. هیچ وقت خدا من نمیدونم. داشتم میگشتم، اون درونه رو انداختم که بشم یه شخص.
از زاویه دیده یه شخص دیگه هستم الان. بزن. اوه از پشت زدنش. خب من از مپ اومدم بیرون. حالا بریم با هم دیگه یه مپ دیگر رو ببینیم. ببین یکی از چیزایی که باعث میشه که همچین بازی هایی رو شما برنده بشین اینه که خیلی صبور باشین و استرس نگیرین، که متاسفانه من اصلا صبور نیستم. دوست دارم برم تو دل شیر. دیدمش. واو. اینجا من چجور راهم رو پیدا کنم؟ کی اینجا هستن؟ یعنی نه هر جایی میتونن از این مپ باشن؟ خیلی سخته که. بریم یه دور توی طبیعت بزنیم. یه مسئله دیگه که من توی این بازی دارم، شاید چون من مپا رو نمیشناسم، این هست که من نمیدونم که بقیه کجا ریسپان میشن. اگر که میدونستم ریسپاندا چجوریه، چقدر از اونجایی که من فاصله دارم چیز میشن، خوب بود. خب دیگه اون مثل سر قبل نمیرفتم تو دل دشمن. الانم اینجا بمب رو کاشتن. این بازی این مرحلهش انگار حالت بمبیه، بمب میکارن. من دنبالش هم. خب بریم ببینیم چجوری هست. مثلا من الان هیچ ایده از مپ ندارم. کی بود الان؟ یه چیز دیگه اینه که این بازی خب چون که از اونجایی که به واقعیت خیلی نزدیک هست، شما میتونی یار خودی هم بکشین و توی کیلاتون براتون مینویسه -1. درست. حس میکنم اونجا یکیه. درست حد زدم. کشتمش یا نه؟ ولی خب به یارام نشون دادم اونجا هست یکی. من واقعا نمیدونم الان کجا رو باید دقیقا نگاه کنم.
خب اینم از این بازی. هدف من همونجور که قبلا هم بهش اشاره کردم این بود که فقط مپای این بازی رو بهتون نشون بدم، این بازی رو بهتون معرفی بکنم و اگر که خوشتون اومد برید بخرینش و دانلودش کنید و نصبش کنید و ازش لذت ببرید. از بازی کردن باهاش نه، اشتباه شد داداش، کلن شما ذهنتون منحرف نباشه. anyway و اینکه خیلی خیلی سخت بود برای من همیشه گفتم من نوب هستم، الانم میگم برای من نوب خیلی سخت بود بازی کردن و یک کمی خیلی تمرین میخواد که صبور باشید، برید کل مپ ها رو یاد بگیرید، بدونید کجا ریسمان میشن کجا نمیشین و بلا 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 بلا. خلاصه که ممنون که تا اینجا با من همراه بودین. اگر نظری دارین حتما برام کامنت بذارین و اینکه اگر هنوز منو سابسکرایب نکردین منو سابسکرایب کنید، لایک کنید و اون زنگوله هم روشن کنید. روز خوبی داشته باشین، شب خوبی داشته باشین، عصر خوبی داشته باشین. خدافظ، بای بای.